توی جریان سینماکان 2025 که وارنر داشته، خبر از ساخت سری جدید تام و جری رو داشتیم و این خبر همه رو جذب خودش کرده. سلام دوستان، من امینم. اینجا درباره فیلم و سریال صحبت میکنم. اگه به این محتوا علاقه دارین یادتون نره چنل رو ساب کنید، نوتیف رو هم حتما روشن کنید تا توی این مسیر همراه هم باشید. تام و جری، لونیتونز و فیلسون ها اخبار جدیدی بودن که کمپانی وارنر اعلام کرده قراره پخششون کنه، به این فرانچایز ها بالو پر بده و این میتونه به این معنا باشه که دوباره قراره شخصیت های باگز بانی، دافی داگ و این کاراکترهای محبوب و نوستالژیمون دوباره زنده بشن. البته جزئیات خیلی دقیقی ازش انتشار نشده، هم توی خبرگزاری یا هم توی همین سینماکان 2025، ولی این خبر خیلی طرفدارای این فرانچایز های محبوب رو به خودش جذب کرده و گفتم شما هم ازش بیخبر نمونید. شما برام بنویسید به نظرتون این فرانچایز با همون کیفیت قدیمش برمیگرده و مورد استقبال قرار میگیره؟ منتظرش هستین یا نه؟ و لایک این ویدیو هم یادتون نره، سابسکرایب کنید و نوتیف هم روشن کنید تا توی این مسیر همراه هم باشید.